سلام. امروز مسابقه داریم با شرورترین و تورترین و جانیترین جنایتکار کشور. جنایتکار اسم چنه؟ اسم. من؟ فامیل چنه؟ اسمی. لا اله الا الله. فقط سیما بگو تا ایستا چند نفر کشتیه؟ هیچ؟ خب نفر چند نفر شله پل کردیه؟ یا هم هیچ. کسی شله پل نکرده من. هیچ؟ نه پس برای ما بگو چند هزار سرقت حرفه‌ای داشتیه؟ ما؟ هیچ. سرقت هم نداشتیه؟ نه پس برای ما بگو برای چی شما معروف شدین و شرورترین و جنایتکارترین و تورترین آدم بلاد؟ اولا کسی خوشو گفتن ما شرورترین آدمم. بنده خلق پول کردمه. یکی خلق پول کردم. من خود نسی خون بیده خود. چی مردم بیده؟ نه پس تو بانکداری نه؟ ای مردم، این آدم همون آدمیه که بانک سی خوش زده نه یا یعنی سی خوش بانک درست کرده بعدش رفته 200 برابر مجوزش وام به خوش داده بود دوست رفیقلش. وی پیدلش چه کرده؟ رفته ملک املاک خریده وامی که به خوش گرفته بعد به خوش پس نداده. شما مینین؟ تو نظرت چیه حالا؟ هیچ. بازم هیچ؟ حتما برس خود وام بده. برس خود بانک بده وام بده. کسی چی کاره داره؟ نمترین مقصر من نیستم. آقای بانک خصوصی تو که حاسه تر فضل بخشش میکنی تو گروه بوی مردم ورتنگسه بمخوا وابو بموشه این خود تورم درست میکنه حاسه از جیب مردم برمیداری. من دست و جیب کی کردمه؟ یعنی تو میگوی ما برم پرپین ترمک بفروشنم؟ آقای بانکدار روزی که تو بانک زدی قرار بی 4 تا کارخونه رو بیافته، چند جوون ازدواج کنه، چند تا بانک به مسکن بدی. ما مقصرم؟ بابا مقصر من نیستم. این دوست رفیقل گهتر از اونا اومدن صبح گه اومدن زنبیل شدن تو صفام. جوونر پاک خوب بیدن مویدرشو چه بود نمیتونم برای یکی بیدارشو بکنم. خب دوست رفیقل جلدر اومدن وام برده. مردم عزیز به نظر شما باید مسئولین باید بیا پای اینا مذاکره کنه که به ما دوزی نکنن یا بره پای آمریکا؟ معلومه آمریکا.